27 декабри соли 1971 театри давлатии ҷавонон аввалин маротиба бо намоишномаи «Васа Железноваи» асари Максим Горкий пардаи худро барои тамошобинон боз кард. дар он замонҳо як гурӯҳ ҳунармандони тоҷикӣ баъди хатми донишгоҳи шаҳри Москва ба Тоҷикистон омада буданд. миёни онҳо арбоби шоистаи Тоҷикистон Қурбон Ҳомидов низ буд. маҳорати волои ин ҷавонон буд ки бо як нерӯи тоза намоишномаҳоро рӯи саҳна меоварданд ки дили бинандаро ба зиндагӣ гарм месохт. میدونید این بهترین یک سیاست دولتداری بود که همین استودیوی ما در مسکو تربیت کردند و این استودیو همه مهربانی هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان کرد همین با جواب گفتند. ببینید از این استودیو چقدر هنرمندها برآمدند، چقدر وایها برآمدند که مثلا تمام مثلا جمهوری با ما افتخار میکرد. یعنی ما قرضی وطنداری قرضی فرزند بودنمون در نزد حکومت و در نزد جمعیت و در نزد خلق اجرا کردیم و تا امروز هم بینید من طول 50 سال میشد 71 من 50 سال میشد که تئاتر وجود دارد و این مهنت و زحمت من همین قربان حمیدوف برین مظفر خیالوف برین آدم ها بود که من تئاتر تا این وقت وجود دارد و خدا خواهد تئاتر عمر ابد دارد. صنعت به خصوص صنعت تئاتر با همین بزرگی و با حشمت و با اون ابرازها و خاراکترها زیباست. یعنی که تماشابین امروزه ما نمیتونیم با هر یک فرض کردیم همین قلقای گفتیم چه کوچگی و با هر یک گپ‌های کج و کلیب کوچگی فرض کردیم خرسند کنیم یا که فرض کردیم به دل و دیده اون تماشابین راه یابیم. یعنی وظیفه هنرمند این نیست. ما هم باید همون مسئولیت یعنی مسئولیت هنروری خود در بردوش داشته ایستاده یک چیز به مردم به تماشابین میراث گذاریم که اون سالها بعد از سر ما فرض کردیم یگان وقتی در یگان صحبت فرض کردیم یا در یگان وای یاد کند و گوید که همین چیز من در اجرای فلان هنرمند دیده بودم. چون سخن از قربان حامید گفتنی شویم در مردم روس یک چیز است یک مسئله است که میگن نه دل ماستر باید میگن یعنی که همین کار از استاد میترسد از استاد میترسد. همین قربان حامید روانش شد بود یک خصلت عجیب داشت، یک داد خدادادی داشت، یک وزن تمکینی مادرزادی داشت و هر نقش رو که میگرفت ما حیران میشدم از کجا اینقدر یک باره اون همون تخیل خدادادی همین 2 روز نگذشته علاقه صحنه برآمد گمان میکردی که اون نقش علاقه و قریب یک 2 سال یا 3 سال پیشتر بازی کرده باشد. میدونید درباره قربان حمیدوف بسیار گپ زدن ممکن است، لیکن اگر به شکل کوتاه گویم در حقیقت مهارت بی‌نظیر داشتند، در حقیقت هم انسان بی‌نظیر بودند، هم ترجمه میکردن، هم پیسه مینوشتن، هم بازی میکردن، هم کوشش میکردن که همه با یاردم رسانند. وای آدمی که بی‌هنر است مجبور میکرد که وای نفس کشد، زندگی کند، خودش را در همون نقش ببیند و کم آدم های پارتنرهایی هستند که با پارتنر خود نزدیکان خود در صحنه یاری کنند. ولی
قربان حامدوف این ناتکرار بودند. به نهایت هنرمندی برجسته با استعداد بودند. و رنگی اگر محبت نشود همین محمد جان قاسموف برین همین ابرار هدایتوف ازبکستان برین همین درونش پر بود قوت بود. میگم که هنرمند تئاتروی همین صحنه پر میکرد. خدا کند که هر یک هنرمند رو نصیب همین چیز باشد، یعنی با شریکی که بازی میکنی فقط راحت کنی، نه اینکه اوه خدا تیسر من از این خلاص کنه گویی. یعنی که یک قدر با راحت بازی کنی، یک قدر با راحت فرض کردیم بازی که از بازی تو فرض کردیم تماشابینم راحت کنه. تو بلند داد زده مرا به یاری جیغ میزدی، چنان بلند فریاد زدی که من حتی آوازت را از خانه خوابم شنیدم. وقتی آخر تو تماما تغییر یافته ایرین. با تو چی واقع روی میدید؟ گبزن شاید من به تو یاری داده توانم، اما تنهایی چی چیز تو رو اذیت میدید عزیزم؟ نه تشویش نکش عزیزم، من کمی خسته شدم. به من چنین مینامد که تو وقتهای آخر میخوای با من در خصوص چیزی صحبت کنی اما جرأت نمیکنی. گبزن گوش میکنم ایرینا. پس تو به من چیزی گفتن نمیخوایی؟ تو چی ها میبافی؟ از آنی که من خوابی پر اضطراب دیدم حتما باید سیری داشته باشم. شاید گمان کنی که خواب من از سیرهای عاشقانه خوب است. اینطور باشد. آرامک خواب کن عزیزم ایرینا، من به تو خلل نمیرسانم. ما همیشه در تمام نمایشنامه ها یک جا بودیم. امروز قربان جان حامدوف برای من نمیرسد، برای صحنه نمیرسد، برای مردم تاجیکستان همین خیلی هنرمند نمیرسد. صد افسوس میخورم. با قربان حامد من چندین نقش ها بازیدم. از دوره استودنتی ما پیری پرزحمت نمایش بود، نمایشنامه رحمانوف با نام پیری پرزحمت. اونجا باید پالیجایف بازی میکرد. نقشی خیلی با قوت هم بود و خیلی زیبا بازی میکرد و من اونجا یک رول بسیار خردکه که داشتم، ماتروس کوپریانوف. و با هر دویم آمده با صحبت میکردیم و اون خیلی دوست میداشت وقت با آدمای عادی، یعنی اون خودش پروفسور چیز، یعنی که با مردمی عادی صحبت کردن و خیلی اینقدر جور شده بود این نقش من و قربان حامد که هر دویم انتظار میشدم که همون نمایش همین که ما بازی کنیم همین چیزا. و یک راحت بود با قربان حامد نقش آفریدن. یک چیز رو من یادآوری کردنم که جشن 100 سالگی روز تولد ولادیمیر ایلیچ لنین بود و در مسکو تمام دانشکده‌های عالی تئاتری بخشیده به همین جشن برنامه ها ساختند. لیکن در بین همین ها همین استودیوی ما غالب برآمد با نمایش پیری پرزحمت و خیلی یک رسم کلان بزرگ کردند و با همین رسم ما از میدان سرخ گذشتیم. یعنی این چی است؟ این یک تنتنه هنر و تنتنه یک بازیافت زندگی مثلا هم ملت است که مثلا بچه تاجیک بچه در نقش تیمیرز از میدان سرخ میگذرد. این یک بسیار خاطره خیلی زیبا است.
بندی ناتکراری با استعدادی تا امروز در دل و دیده مردم خودش مخلصان خودش جای شده است. برای من شخصا همچون هنرمند یک معما بود. اینقدر اکتور با مهارت، با استعداد، اینقدر اکتور پرقوت، ولی با فیلم های کینستودی تاجیک فیلم راه نیافت. در یکون فیلم بند نبود. این فیلم های بسیار رو هم ژانر مسحکه، هم ژانر برای مثال دراما بود، چیز بود. یکون رژیسور دعوت نمیکرد. بعد من یک وقت با استاد طاهر صابرов در خانه‌اش نشستیم بود. همین فیلم اشک و شمشیر ما تیاری میدیدیم. بعد وای بود. هنرمندای ما باید جا به جا میموندیم. با مصلحت خیلی مصلحت میپرسید، نقشه جا به جا میگذاشتیم. بعد من از طاهرکا گفتم که طاهرکا چرا میخیل است؟ هنرمند است، پرقوت است، با استعداد است. قربان حمیدوف یگان رژیسور رو دعوت نمیکند. بعد گفت من میدانم. گفت من میدانم. من گفت اکتور خوب میدانم. اثرهای تئاتری شما تماشا کردم، اسپکتاکل شما تماشا کردم. گفت که این خیلی اکتورها بسیارند. گفت اون اکتورها فقط برای تئاتر گفت بسیار موفقند، برای صحنه موفقند، برای کینو در کامera گفت همون احساس زیادی آنها گفت کامera نمیپسندد. گفت برای همین بعد گفتم نخود خیلی نقشه هستن که اونقدر احساساتش داده نمیشد. خیلی نقشه هستن که نقشه برای مثال خورد یا میانه. بعد دید که بعد گفت غمش خورده است. ما خیلی هنرمند بود در همه جا بند باشد، هم در کینو، هم در تلویزیون، هم در تئاتر. سردار زندانبان در همین فیلم اشک و شمشیر زندانبان در همونجا بناور گرفتیم، زندان حقانی شهر بخارا. همونجا سردار زندانبان بود، همونجا بند کردیم. ایمنیه راست میگم. مردک استانیسلاوسکی میگفت که رول های یعنی نقش های خرد نیستن. نقش های خرد نیستن ولی هنرمندان خرد هستن. نوابسته از او کدام نقشه میگیری، کدام نقشه بازی میکنی، باید که به واسطه اینقدر با یک احترام، با اینقدر یک پیوستگی زیاد باید اون چیز دستگیری کنی، مشق کنی و او خیلی خوب باید. و همون نقش خورد کم که باشد تو در فرض کردیم همون یاد تماشابین تا چند مدت میمونی. برای یک انسان صاحبدل و صاحب خیرات بخت بزرگ این احترام خلق است. قربان حمیدوف از آغاز فعالیت تا آخر عمر محض در صحنه انامین تئاتر فعالیت کرده است. محض همین هنرش بود که در دل مخلصانش مقوا گرفت. میگویند که هنر است که نام انسان را در قلب‌ها جاودان نگاه می‌دارد.